نتیجه بازی چی میشه؟ 2-1 ملوان میبره. 4-1. امروز 2-1 امید رفتن و عمر گل میزنن. کی گلا رو میزنه به نظره؟ من نمیدونم. حالا با سوت داور تا ثانیه های دیگر بازی آغاز خواهد شد. آغاز میشه و از این لحظه در خدمت شما هستیم و امید نورافکن باید ارسال بکنه. با پای چپ میفرسته، میزنه به بدن دفاع، فرصت برای توی دروازه گل برای تیم فوتبال ملوان. رضا قندیپور دروازه رو باز میکنه و این تماشاچیان خوشحال ملوان که در پوست خودشون نمیگنجن. زیدی میفرسته کوتاه توی محوطه جریمه، میزنن به بدن دفاع، فرصت و گل. عجب گلی زدند. گل تساوی رو ویکتور سانتوس گونسالوز میزنه. یه گل فوق‌العاده زد این برزیلی. اتفاق افتاد. به واقع میتونم بگم هر دروازه‌بانی نمیتونست این توپ رو بگیره. پای راست تورانیان، کوتاه، قندیپور اجازه میده، گل توی دروازه. گل دوم ملوان. رضا قندیپور و گل دوم ملوان. قندیپور 2 بار گل میزنه. خدمتتون گفتم قبل از اینکه اصلا توپ برسه به این بازیکن نامش رو گفتم و حدس می‌زدم که این توپ گل خواهد شد و همینطور شد. بابت گل دوم تیم فوتبال ملوان فوق‌العاده خوشحالند. کوتاه توی محوطه جریمه، یک شوت عالی و گل سوم ملوان. عالی زدن هم ابتدای نیمه دوم دروازه باز میشه. شوت عالی یار شماره 28 نیما انتظاری که دروازه رو باز میکنه. بازیکن 28 ساله ملوان که این تماشاچیان رو خوشحال میکنه. شوت فوق‌العاده از پشت محوطه جریمه
و گل سوم ملوان داخل دروازه جای میگیره. ملوان 3 چادرملو یردکان 1. کاشته به سود چادرملو به داخل محوطه جریمه. دروازه‌بان آماده ملوان ها مشت میکنه. رضا جعفری، فرصت برای ملوان. عجب موقعیتی. 2 تا پنالتی که حالا به هر شکل گرفته شد مقابل استقلال رو سانتیمتری تو دروازه‌اش رفت. فرصت برای ملوان تو محوطه جریمه. توپ میخوره به پای دفاع. حمله از ملوان هاست. فرصت خطرناکیه. توپ میره رو دروازه. فرصت برای همه کار. یه برگردون قشنگ. شماره 8شون حالا رضا میرزایی و یه شوت عالی. توپ عجب توپی بود. داور هم به ساعت خودش نگاه میکنه. بازی ادامه داره و حالا سوت داور هم به صدا در میاد. پایان بازیه. ملوان بندر انزلی و چادرملو یردکان